یا الله. سلام علیکم. من میگم مرد مردونه بیایم با هم به همدیگه گور بدیم. این نصیحت زدن رو به دیگران بذاریم کنار. به خدا خوب نیست. بعضی آدم ها هستن وقتی میشنون که گرفتاری داره کارشون رو ول کردن، فقط دنبال اونن که به اون نصیحت کنن، یا مثلا دخترش باشه یا پسرش باشه، میون جمع یه دفعه خردش میکنن. به خدا این کار خوب نیست. من چند سال پیش یه نیسان داشتم. به خدا تو فکر بودم که همیشه بغلش این چیزا رو بنویسم، مثلا مانند شعر چیز جور کنم بنویسم تا یه جوری حرفامو به مردم برسونم، ولی نشد. ولی الان خدا را شکر میکنم که این برنامه جور شده. لااقل میتوانم به 100 نفرم 500 نفرم باشه این حرفمو بزنم، به خدا دلم سبک میشه. بعضی آدم ها هستن خدا نکرده به هر نوعی گرفتارن، به مشکل چیز برخورد کردن، فقط گرفتار مردم شده به اون نصیحت گفتن. من میگم بابا اگه چیز میتونی یواشکی کمکش کن، پنهانی کمکش کن، نمیتونی ول کن، درد اون واسه خودش بسته. به خدا خوب نیست. این نصیحت مانند فوشه به اون. بعضی هم هستن متاسفانه اومدن نشستن جلو خانواده چیز همون آدم، یه دفعه خردش میکنن، میخوان برای خودشینی هی نصیحت میکنن. به خدا اون مردو خرد میکنین، مواظب باشین. اگه تونستین پنهونی کمکش کنین، اگه نه لازم نیست بابا. نصیحت شما فوش به اون. این نصیحت کردن شما حرامه، به خدا حرامه. یاری